دوم روز 14 مای تخمینا ساعت 16:00 در محله برخوروغ گرد همایی از خود دایر شده است که در آن 10 ساکنان خوروغ و نویای دیگر ولایت مختار کوهستان بدخشان اشتراک کردند. منابع نزدیک به مقامات حفظ حقوق میگویند که در این گرد همایی حدود 200 نفر اشتراک کردند. ساکنان شماره اشتراکیان خود در برخوروغ را به مراتب بیشتر رقم میزنند. بنا به اطلاع دریافتی منابع پایگاه خبری بامداد از شهر خوروغ، اشتراکیان در این گرد همایی مسئله استعفای رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزانباد، رئیس شهر خوروغ رضا نظرزاده، رئیس نویه شغنان جمعه جمعیف را در میان گذاشتند. گفته می شود اشتراکیان در عموم به مقامات 12 طلب گذاشتند که در برابر استعفای رهبران ولایت همچنین طلب‌های چون به جوابگری کشاندن قاتلان گلبدین زیابیکوف و دیگر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان در ماه نوامبر سال 2021 از حبس آزاد کردن امرالدین علوشویف، چهارشنبه منوچهر شریف و دیگر افرادی که بعد حادثه‌های ماه نوامبر بازداشت شدند، برداشتن همه بلاک پست‌ها از خوروغ و قطع تعقیب ساکنان ولایت را در بر میگیرد. گرد هم آمدگان گفتند که اگر طلب‌های آنها نادیده گرفته شود دیگر باره به نمایش اعتراضی دست خواهند زد. پرویز عارفزاده پرокурور ولایت مختار کوهستان بدخشان شام 15 مای در یک اظهارات شدیدالله که توسط تلویزیون بدخشان نشر شد گفت گرد همایی به گفته او غیر قانونی روز 14 مای را لیدر غیر رسمی برخوروغ محمد باقرov طبق مصلحت با رهبران اپوزیسیون محیدین کبیری و علیم شیرزمانوف با مقصد به هم زدن امنیت کشور تشکیل کرده است. عارفزاده گفت این عمل او بر اساس ماده 179 کودکس جنایتی تاجیکستان همچون تروریسم ارزیابی شده و همچون تروریسم به آن واکنش خواهد شد. پرویز عارفزاده هشدار داد که ماده 179 برای تروریسم همچون جزا از 5 سال زندان تا حبس 1 عمری را پیش بینی میکند. پرокурور ولایت گفت در صورت دیگر باره به گرد همایی دست زدن باقر و طرفدارانش مقامات حفظ حقوق به آن همچون به عمل تروریستی واکنش شدید نشان خواهند داد. او از ساکنان خوروغ و نویه‌های اطراف آن طلب کرد که نسبت به تقدیر فرزندان خود بی‌طرف نباشند و آنها را نگذارند که گمراه شده به عقیده‌های اعتراضی باقر و دیگر سرکردگان گروه‌های متشکل جنایتی همراه شوند. افزا در ولایت مختار کوهستان بدخشان روزهای آخر در پی اعلان پی همین حکم زندان چند ساکنان این ولایت دیگر باره رو به وخامت آورد. از جمله روز 29 اپریل امرالدین علوشویف یکی از لیدرهای غیر رسمی این منطقه به 18 سال زندان و روز 13 مای ورزشگر شناخته زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان چهارشنبه به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. چهارشنبه به دلیل یک سخنرانیش به طرفداری از اعتراضهای ماه نوامبر محکوم شد و علوشویف اساساً برای تشکیل اعتراض زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو در تاریخ 25 نوامبر سال 2021 ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند با آنکه بعد اعتراضهای ماه نوامبر دهها ساکن این منطقه را زندانی کردند، مقامات برخلاف وعده خود تا حال 1 نفر را با گمان دست داشتن در قتل گلبدین زیابیکوف که سبب آن اعتراضها شد بازداشت کردند.